أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب الاجرومیه 10 درس گرفتیم و حالا درس 11 را به سمع شما برادران و دوستان خواهم رسانید و درس 10 ما و شما درباره 10 حرف ناصبه فعل مضارع، یعنی که 10 حرف اگر پیش از فعل مضارع بیاید، فعل مضارع آخرش نصب خوانده می شود و 18 حرف یا اسم پیش از فعل مضارع بیاید، فعل مضارع مجزوم خوانده می شود که در این باب درس 10 با تفصیل گرفته بودیم که اونها را نواصب و جوازم میگویند. اکنون امروز درس ما و شما درباره مرفوعات الاسماء هست. باب مرفوعات الاسماء، یعنی که ما و شما در گذشته در کجا فعل مضارع منصوب می شود، در کجا مجزوم می شود. اگر منصوب و مجزوم نشود فعل مضارع مرفوع می شود. این را خواندیم. اکنون امروز ما و شما میگیریم که فعل اسم در کجا مرفوع می شود، در کدام صورت، در چند حالت اسم مرفوع می شود، آخرش را رفع می خوانیم. پس خوب دقت دهید برادران. باب مرفوعات الاسماء، باب درباره مرفوعات اسماء هست، یعنی که اسم ها در چند جا مرفوع خوانده می شود. میگد که المرفوعات 7، مرفوعات 7 می باشد، یعنی که اسم اگر در این 7 صورت حالت که ذکر می کند بیاید، اسم مرفوع خوانده می شود. و همین 7 جا یکمش است الفاعل، یکمش فاعل هست. فاعل مرفوع می باشد. ببینید برادران، فاعل مرفوع هست. به مانند چی؟ به مانند میگوی جاء زیدون، جاء زیدون، زیدون. ببین آخرش را مرفوع خوندیم. اگر بگوی جاء زیدن غلط است، جاء زیدین غلط است. باید بگیم جاء زیدون، زیرا که زیدون فاعل، فاعل مرفوع می شود. اکنون اعراب میکنیم. این اعراب، این تحلیل را در ورق نوشته گرفته حفظ کنید. جاء فعل ماضي، فعل ماض مرفوع، جاء فعل ماض مبني على الفتح. ما شما درس گذشته گرفتیم که فعل ماضی مبنی بر فتح می شود. انا اکنون در همین حالت اعراب بیان میکنیم. میگه فعل ماض مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب. خب زیدون چی است؟ زیدون فاعل مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. میتونیم سوال بگذاریم لماذا، یعنی برای چی؟ لانه اسم مفرد، یعنی برای چی ضمه ظاهره است؟ به خاطر اونه که اسمی مفرد هست. خب اکنون این اسم مفرد بود. با اگر مثنی در بیایم چطور میگیم؟ میگیم جاء زیدانی، جاء زیدانی، آمد 2 زید. زیدانی فاعل مرفوع و علامت رفعه الالف لانه مثنى. یا مثلا میگیم جاء زیدون، جاء زیدون، زیدون فاعل مرفوع و علامت رفعه الواو لانه من الاسماء، لانه جمع المذكر السالم، لانه جمع المذكر السالم. خب این بود اعراب، تحلیل. این تحلیل را نوشته میگیره که تا آخری
نحو ما شما نمیطور اعراب میکنیم، نمیطور تحلیل میکنیم. برای چی؟ برای چی؟ پس ببینید جاء زیدون، زیدون فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. خب این بود فاعل. اکنون معلوم شد که فاعل مرفوع میشده است. مرفوع که میگیم یعنی که ما و شما در اقسام اعراب خونده بودیم که مرفوع علامت های خودش را دارد. مرفوع چهار علامت داشت. یکمش ضمه بود، در اینجا ده ضمه را گفتیم جاء زیدون. دوم علامت رفع الف بود، در مثنا میشه در اینجا الف گفتیم جاء زیدانی، مرفوع علامت رفعش الفه. سوم واو بود، میگیم که جاء زیدون. پس معلوم شد که این حالتهای رفع علامتهایش را داشته بود است. و چهارمش که ثبوت نون در فعل مضارع اون تعلق به این درس امروزه ما و شما نداره، زیرا که ما حاضر درباره مرفوعات اسما میخونیم، درباره اسم میخونیم. درباره فعل ما خواندیم خلاص شد فعل، درباره اسم اکنون میخونیم. و دوم چی است؟ و جای دومی که اسم مرفوع میشود میگه والمفعول الذي لم يسمى فاعله، مفعولی که فاعلش ذکر شدگی نیست، این را میگن فعل مجهول یا فعلی که لم يسمى فاعله. این را میشود بگوی که فعل مجهول یا فعلی که فاعلش ذکر شدگی نیست. این در ترجمه مثلا ببینید بگیم که مثالش که ضرب زیدون، اصل این طور است که ضرب محمد زیدان، ضرب محمد زیدان. پس ضرب فعل ماضی ای، محمد فاعل ای، ولی گرفتیم پیشترک. اکنون زیدان مفعول بهی میگویند، این را مفعول بهی میگویندش. اکنون ما همین فاعل ایبن میبرداریم، ضرب محمد زیدان بود، فاعل محمد میگیریم، ضرب را ضریبه میکنیم، ضرب را ضریبه میکنیم، مجهولش میکنیم. ضریبه زیدان بود، زیدون میکنیم، پس میشه که ضرب زیدون. پس در ترجمه میگیم که زده شد زید را، یعنی که نمیدونیم کی زدگیشه، زدگیشه. آدم میگه که زدگی باشه ما ندونیم، پس میگیم زده شد زید را. یا مثلا فعل دیگر رو میگیریم، میگیم که سرقت الساعت، یعنی دزدیده شد ساعت را، نمیدونیم کی ساعت را دزدیدگی است. یا مثلا میگیم که اکلت الطعام، یعنی طعام خورده شد اما نمیدونیم کی خوردگیشه. انا میگه که ندونیم که انجام دهندهش کی است، این را در زبان عربی میگن فعل مجهول، یعنی فاعلش معین نیست، یا که مفعولی که لم یسمى فاعله میگن، یا فعلی که لم یسمى فاعله میگن. خب اکنون معلوم شد ضرب زیدون، ضرب فعل ماضی، زیدون نائب فاعل. انا جدا که زیدون میشه نائب فاعل، جدا زیدون فاعل نمیگه، میگیم نائب فاعل، یعنی در جای فاعل آمده است و اعراب فاعل را گرفتگی است، نائب شدگی است در فاعل. یا سرقت الساعت، ساعت رو همچنین چی میگیم؟ نائب فاعل، برای فعل مجهول است، فعل است که لم یسمى فاعله. این بود حالت دوم. حالت دوم مفعولی که فاعلش ذکر شدگی نباشه، یعنی فعل مجهول. و سیوم والمبتدأ و خبره، والمبتدأ و خبره، یعنی مبتدا و خبر مبتدا. اکنون اینجا دقت دید برادران، مبتدا و خبر مبتدا هر چه یجیه میگوییم. برای چی؟ به خاطر اینکه هر در یک جمله میآید. یعنی سیوم مبتدای، چهارم خبر، که هر دین ها مرفوع می باشند. به مانندی زیدون قائم، زیدون میگه مبتدا مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره، قائم خبر مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. ببینید در صورت ما چیکار کردیم؟ هر دشا مرفوع خوندیم و هر دین ها مرفوع میشده است. پس جای دوم و جای سومی که اسم مرفوع میشده است مبتدا بوده است، و جای سومی که اسم مرفوع است مبتدا است، و جای چهارم اسم چی است؟ خبر هست. یعنی که اگر اسم مفرد خبر بیاید در این صورت ما مرفوع میخونیم شه. خب و پنجم چی است؟
و پنجم میگه واسم کان و اخواتها. پنجم اسم کان و اخواتش میباشد. اسم کان و اخواتش یعنی که ما یک سر یا یک گروه فعل های داریم که اونها را اخوات کانه میگن. اخوات کانه، اونها اخوات کانه انشاءالله حالی باز در جاش میاد با تفصیل در بارهش میخونیم اون کدام فعل ها هستن و برای چی اخوات کانش میگن، انشاءالله در جای خودش این را بیان میکنیم. و حالا فقط شما همین قدر دانسته باشید که اسم کانه و یا که اسم اخوات کانه مرفوع می باشد. مثالش مثلا میگیم که کان زید قائما. کان زید قائما. یه چیز دیگر ایاتون نبرارید، کان در اول مبتدا و خبر می دراید. در اول مبتدا و خبر ما در مبتدا و خبر گفتیم که زیدون قائمون. زیدون قائمون. پس زیدون مبتدای، قائمون خبر. اکنون کانه بداره چیکارش میکنه؟ پس میگیم که کان زیدون قائما. قائمون بود در حالت خبر بودنش، حاضر قائما میگیم، منصوبش میخونیم آخرش را. این را بسیار متوجه باشید. پس میگیم که کان فعل ماض ناقص. ببینید در بالا ما جا گفتیم فعل ماضی مبنی علی الفتح، اکنون در میگیم فعل ماضی ناقص. ناقص که گفتیم یعنی که فاعل نمیگیرد. اکنون میگیم زیدون اسم کانه. زیدون در حالت اعراب میگیم اسم کانه. اسم کانه چی میشود؟ مرفوع میشود. و قائما خبر کانه. خبر کانه منصوب میشود که حالا بعد در اسمهای منصوب در این باره و همچنین خواهیم گرفت. اکنون معلوم شد که اسم کانه و اخواتش اینها همچنین چی میشود؟ اینها همچنین اسم کانه و اخوات اسم کانه مرفوع می باشد. و پنجم این بود. ششم چی است؟ خبر و این و خبر و این و اخواتی ها. با یک سر حرف های داریم، یک سر حرف های داریم که آنها را این و اخوات این میگویند. اکنون در اول ما کانه اینها را فعل ها هستند، اکنون این اینها حرف ها هستند. اینها حرف هستند، اینها هم یک طایفه، یک گروه هستند، یک مجموعه هستند. انشاءالله هم در جای خودش با تفصیل میگیریم. حالا فقط اینجا یک اشاره براش میکنیم خلاص. فقط حالا شما بدونید که باز یک سر حرفا بوده است، یک طایفه حرفای بوده است که این و اخوات اینش میگفتن که اونها در اول مبتدا و خبر همچنین رنگی کانه در اول مبتدا و خبر میدراید. در اول مبتدا و خبر میدراید. مثلا ما در مبتدا و خبر گفتیم که زیدون قائمون. زیدون مبتدا بود، قائمون خبر بود. کانه را در آوردیم گفتیم کان زیدون قائما، تغییر یافت. اکنون این را می‌داریم در اول همین مبتدا، میگیم که این زیدن. زیدون بود کو زیدون قائمون، میگیم این زیدن قائمون. این زیدن قائمون. اکنون ببینید این حرف مشبه بالفعل میگن، این را حرف مشبه بالفعل و یا حرفش میگیم حاضرش ده حرف مبنی علی الفتح. زیدون میگیم که اسم این اول نامش چی بود؟ مبتدا بود. اکنون دیگه اینه که درآمد یا اخواتش درآمد دیگه ما او را مبتدا نمیگیم، ما را میگیم اسم این. اسم این. و قائمون این زیدن اسم این منصوب، قائمون خبر این مرفوع. اکنون خبر این و اخوات این مرفوع می شده است. برعکس کانه، کانه را اسمش مرفوع می شود، خبرش منصوب می شود. این نباشد اسمش منصوب می شود، خبرش مرفوع می شود. یعنی برعکس یک دیگر هستند، با یک فرقیتشون که کانه همشون فعل هستند، این نباشد اینها حرف هستند. این را بسیار متوجه باشید و بسیار دقت دهید که مسئله مهم هست. اکنون چند تا شید؟ 7 تا شید. 7 تا
یک دو سه چهار پنج شش تا به حال ما شش تا چی را خوندیم؟ شش تا مرفوعات را. اکنون چی را میخونیم؟ و تابع للمرفوع. اکنون هفتمش تابع مرفوع می باشد. تابع مرفوع می باشد و هو اربعت اشیاء. اکنون میگه این تابع مرفوع همگی 4 چیز می باشد. 4 چیز تابع مرفوع هست. مثلا مثالش حاضر یک مثال براتون بگم. تابع مرفوع است، یعنی که جاء زید الفاضل. ببینید جاء فعل ماضی اعراب کرده بودیم در فاعل، زیدون فاعل مرفوع، اما الفاضل برای چی مرفوعش خوندیم؟ به خاطر آنه که صفتی کی است؟ صفتی زید است، صفت است، مرفوع است و علامت رفع الضمه الظاهره. اینا چی میگن؟ تابع. اکنون میگه که تابع 4 تا می باشد. تابع 4 تا می باشد. یکمش چی است؟ النعت. یکمش نعت است. نعت یا صفت هرش یک معنا را دارد. چطوره که در درس‌های گذشته میگفتیم که مجرور هم بگو یک معنی را دارد، مخفوض هم بگو یک معنی را دارد. پس نعت هم بگوی یا صفت هم بگوی هر یک معنی را دارد. پس درباره نعت مثالش را آوردم. جاء زید الفاضل. جاء زید الفاضل. جاء فعل ماضی، زید فاعل، الفاضل نعت زید یا صفت زید. زید که مرفوعه، صفت هم چی می شود؟ مرفوع می شود. اکنون درباره فاعل، درباره نعت. اکنون درباره عطف چی؟ درباره عطف مثلا عطف هم چی می شود؟ مرفوع می شود. و مانند چی؟ و مانند جاء زید و عمرو. ببینید جاء زید و عمرو. جاء فعل ماضی، زید فاعل مرفوع، فاعل زید فاعل، و عمرو واو عاطفه میگیم، واو عاطفه میگن، و عمرو را معطوف علی زیدون میگن، معطوف است بر زید. یعنی زید مرفوع بود، این هم مرفوع میشود. زیدون مرفوعه، عمرو هم مرفوع میشود. سببش رو بپرسم به خاطر چی مرفوع میخونیم عمرو رو؟ میگم به خاطر اونه که عطف است به فاعل. فاعل مرفوعه، همچنین معطوف هم مرفوع می شود، یعنی عطف هم مرفوع می باشد. و توکید هم همچنین مرفوع می باشد. به مانند چی؟ به مانند مثلا میگوی جاء زیدون نفسه. جاء زیدون نفسه. جاء فعل ماضی، زیدون فاعل مرفوع، نفسو. برای چی نفسو گفتیم؟ نفسه یا نفسی نمیگیم، نفسهو میگیم، نفسهو نمیگیم، نفسهی نمیگیم. به خاطر اونه که زیدون مرفوعه، نفسهو همچنین نفسو چی میشود؟ مرفوع میشود. سببش در چی است؟ سببش در این است که این توکید است. توکیدی زید است و این هم چی میشود؟ مرفوع میشود. پس میگیم جاء زیدون نفسه. که اینها رو با تفصیل میخونم، ولی فقط یک مثال های کوتاه براتون داده ایستادم که یعنی به این طریق میشود گفته، برای شما همچون مثال داده ایستم، ولی ان شاء الله هر یک تیره به تفصیل بعد میخونیم. و چهارم تابع چی است؟ بدل هست. بدل به مانند چی؟ بدل به مانند جاء زیدون اخوک. جاء زیدون اخوک. ببینید جاء فعل ماضی، زید فاعل مرفوع، اخوک چی است؟ اخوک این بدل هست. بدل. ببینید بدل مرفوع است. بدل مرفوع هست. به مثل زیدون مرفوع، بدل هم همچنین چی می شود؟ بدل زید مرفوع می شود. پس بدل از زید مرفوع کی باشد، پس میگیم که جاء فعل ماضی، زیدون فاعل، اخو بدل من زید، بدل از جای زید آمدگی است. زید مرفوع است، اخو هم مرفوع می شود. در زیدون مرفوع علامت رفعش چیه؟ الضمه الظاهره. لیکن در اخو مرفوع علامت رفعش چیه؟ الواو، لانه
برای چی واوی؟ سببش در چی است؟ زیرا اینکه این اخو از اسماء خمسه، اسماء خمسه را ما گفته بودیم در حالت رفع با واو می شود، حالت رفعش با واو می شود. پس اخو مضاف است که مضاف الیهش میگویند. این را که در آخر این کتاب درباره مضاف الیه ان شاء الله میخونیم. پس این بود درس امروزه ما و شما باب مرفوعات اسما. پس شما انا همین نام ها را از یاد کنید که در 7 جا اسم مرفوع می شده است. یکم فاعل، دوم نائب فاعل، سوم مبتدا، چهارم خبر، پنجم اسم کانه، ششم خبر اینه و هفتم توابع میگن. توابع مرفوع، توابع مرفوع 4 تا هست. یکم نعت، دوم عطف، سوم توکید، چهارم بدل. این بود درس 11 ما و شما و در اینجا این درس رو با پایان میرسونیم. اکنون این هفته را هر روز یک درس یک تا اینها را گرفته با تفصیل ان شاء الله میخونیمش. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.